توی هفته اول بعد از عمل جراحی ACL باید بتونی حداقل 90 درجه زانوتو خم بکنی و تا هفته سوم با تمریناتی که بهت میگم تا 120 درجه افزایشش بدی. اگر این امکان رو نداری یه جای کارت میلنگه. برای فاز ابتدایی روی زمین بشینید و این حرکت رو به آرومی انجام بدید. به علاوه این حرکت میتونید روی دیوار هم همین حرکت رو انجام بدید. توجه بکنید که فرقی نمیکنه چه میزان زانوتون خم میشه. ممکنه که اوایلش سخت باشه، تنها ادامه بدید و سعی بکنید به مرور بیشترش بکنید. در ادامه میتونید روی یه دونه نیمکت بشینید و پایی که سالم هست رو روبروی پای آسیب دیده و عمل شده‌تون قرار بدید و به آرومی و به کمک پای سالمتون زانوتون رو خم بکنید. این حرکت رو به صورت خوابیده هم میتونید اجرا بکنید. تمرکز داشته باشید روی خم کردن زانوتون و صبور باشید و به مرور زمان افزایشش بدید. در مراحل پیشرفته تر هم میتونید از این تمرینات استفاده بکنید، اما توجه کنید که برای افزایش فلکشن باید قدم به قدم و کنترل شده طبق برنامه پیش برید.